مهماند سابقه‌دار روزنامه خطلون ستار قرخانوف 43 سال حیات خود را به این کسب پرشرف بخشیده است و دوام سالهای فعالیتش در روزنامه تجربه بای اندوخته افتخار می‌کند که محض این کسب را انتخاب کرده است. وقتی که سخن از انتخاب کسب می‌رود، به اختیار کس پهلوهای گوناگونی این جبهه را از نظر می‌گذراند، از قلب می‌گذراند و کسب دلخواه خود را که منفعت بخش است به خود قبول می‌کند. من هنوز عنوان مکتبخوانی وقتی که من حتی در صنف 5 می‌خواندم با نوشتن مقاله‌ها، خبرهای خرد به روزنامه اون وقتی مکتب بچگان پیونیر تاریخستان و مشعل خبرها می‌نوشتم. خبرهای من در آنجا چاپ می‌شد و این هر یک چاپ گردیدن مقاله در روزنامه جمهوری پیونیران با من یک روح و الهام میداد. شوق من نسبت به روزنامه‌نگاری زیاد می‌گردید. هنوز از همان وقت من در قلب خود این کسب رو مسکن دادم و از قفای این جاده شدم. همین بود که من قریب 43 سال است که در همین ساحه روزنامه‌نگاری فعالیت دارم و از فعالیت خود خیلی بهره بردم، قناعتمندم و سالهای زیادی عمر خود را در روزنامه ولایتی خطلون پس سر کردم. امروز خیلی خرسندم که روزنامه ولایتی خطلون که مکتب کمالات من است امروز 80 ساله می شود و در طول 80 سال هرچند بارها تغییر نام کرد مکتب کمالاتی روزنامه‌نگاران شد و عنعنه‌های پیشین خود را از دست نداد و امروز نیز همون عنعنه‌ها را ادامه داده ایستاده است. روزنامه خطلون یکی از مطبوعاتی است که حیات ولایت را، حیات فاتحان بخشون زمین را انعکاس می‌کرد، به خلق خود، به مردم خود می‌رساند. یعنی طول 80 سال روزنامه خطلون به خلق و دولت خود خدمت کرده می‌آید و امروز جوانان زیادی باز با این کسب شاملند، در پهلوی ما، در روزنامه ما مهنت می‌کنند و آنها امروز از تمام تکنیک، از تمام شرایط‌های مساعد برخوردارند که این در دوره شوروی آنقدر به نظر نمی‌رسید و امروز آنها موفقند، روزنامه‌نگارای جوانی موفق گشتند و ما از این فخر می‌کنیم و در این آستانه جشن من کلی مشتریان خود را که امروز ایدی جشن آنها نیز حساب می شود، چون که ما به خواننده و مخبران جماعتی فعالیت کرده نمی توانیم. ایدی آنها نیز محسوب می یابد. از تحت دل آنها را مبارکباد گفته خواهش میکنم، آرزو میکنم، نیت دارم که آنها دائما سلامت باشند، خانه آباد باشند، همیشه با ما باشند، چون که روزنامه خطلون روزنامه خودی آنهاست و بسیار آرزو دارم که روزنامه خطلون روزنامه دوست داشته ترین و مهمانی هر خاندانی خواننده می شود.